سلا تماشاوان نهجا از کایسر استیانو گوتی بجی ما بکرتی لسر چارنوسی گلی پشتی وندابونا امپراتوریا میدیه. دما که او جهانبینیا میدیه الوشیا و بندار خواه ونداکر حریمن به ناون اولن جدایی درکت نوله ویرانی و راستی درکت اوله که حتی روژا ایرو بدومینه. نشتجيه الولايات الميديا ايدي فهم ناقن او كينا جاكواتنا او ديدو كيوان راستي تشيا وهر وها چما وان اردن ولات جدا بنابن جدا بونا پادشاه الميديا بوا قلق باش وقلق ولات دكت نهوله وي بكو ميرنشينا اسلامية طالبان دولتا اسلامیه ابوبکر البغدادی کومارا اسلامیه ولایت فقیه کومارا برای مسلمان اردوغان و هرها وان ولاتن او حکومت نوجن درباره گلن خودجی او برجواندی وان دو تشتی ارمی و راست نیه نبه کو او وکو ولاتک ولات آن ولاتن خودی ستاتوی نقانونی تنا زانین 100 سالان دوازدان دا اشوچوینا دریای ناوین جبو کنترل کرنه وی حریمه همه جهر آلیت جدارن دارایی جهانه و هاتنا قداندن ریت فایزدار دارایی جهانه نیاز کو چافکانی روسی جبو آواکرنا امپراتوریه کی لحریمه بکاربینه دیوابرینا دیواجوین انتگراسیون اوبجکتیو لحریمه جبو ارمانجن خو وی صدمه دو ناوند کنترل جنوب او ونیدکتی لحریمه دریای ناوین نه پراکتیک بود ریت فایده‌دار دارایی جهانه اشکره بود که سردما کشف مزن اردنگاری نیزک بویا یعنی دوه بو همو به واجوین گلوبال بوینین اروپا بهاتنا کنترل کرن و دوه برین دا که او کشف مزن اردنگاری ضرر ندوان براستی ریت فایده‌دار دارایی جهانه جبویه که بدوی بو کو چکرنا کشتیانو بشکفتن خبات لا و خانیسان ولا کنترل کرن هلند دست پاک دا و کو نقطه که کنترل هاتا بجارتن که خودی دریایی بو او برین و گوهستنا هزدار چمه به تواوی اروپا و گردایی بو لی پاشن هلند ناوند کنترل دا جا گماسی نخواه بود روی رنگه الیتن فایده‌دار دارایی جهانه در 100 سال و 70 دا ناوند کنترل بارکرنا بریتانیا که دکاره بو به باندورتری جا خطرین در وره پراستن در همان دم دا بارگاه آلیکاری لهولندا اولما اثبات چالاکی لشکری سیاسی و آبوری جواکی روسیه این برفره این به گلن آسیا و اروپا رانه که به دم راج نیز و به دست پیک 100 سال 80 دا زانیه و گردایه ویا در آبوردی ها دور دا سیستم که لشکری سیاسی و آبوری هبوه که ناوند وی لسر آخرین سرکن اروپا و روسیه ایروی بود که ناوندن استانبول، کیف، مسکو و کازان نیزکا سیبیریه لحاتا بریوابرن دوی دمه دا 100 سال 11 دا حتی 100 سال 16 دا به انستیتیو آریتن ونیدیکتی و جنوایی به همکاری روسی لروشالات و هندوستان کبنار 5 پلن کمپانین به نام غزنوی و خوارزمی و هر وها الشن سلجوقی منگولی تیموری و تختمیشی نویسن ماین وان فرمانن سیاسی و لشکری هن و ده ویجا و لشکری و اداری سیاسی ده به نام جدا دنه بکارانین روسیه و پشت شر 30 سالی لأوروپا گرینگین خوی بر جبو پروتستانتان ده هیئت حکومت حریم نتویا لأوروپا دا وندکت
پلن چارمین ارشن سر آخا گلن روشالات کبنار جه روشالات روسیا و بشجا پارزگین سیبیریای به سلوکتیا چنگیز خان جحریم تومن باجار کس سیبیریای کویلو ناوه یک جا کرین چنگیز خان تموچین جبو آلیکاریا فرماندارن و نگدکتی به چکین باروت او شورمندن لشکریا روسی به آلیکاریا بازرگان جو آسوری لبن ناو ریشا منگولا ده هاتا ارگانیزا کرن که بو صدما سردستی اون لآسیا هندوستان اروپا خویای جویدمه ورا جهو او هجمارا کندک آسوری باجارن آسیای ناوین هر چقسی لحریمن روژاوی آسیایی هنک دجین لیکن رشوگیر دارای جهان به تندی بر خادان گلن کوچی کرده قفقاز باشور تاکو پوزیسیون لشکری سیاسی کو ده انجام پیکاتو خورد بکن او البجارتن پر به حسابو بلکو کور جعالین اجماری او کوالیتی را بردوی لشکری سیاسی و تیریکی و جهاتی بون که داویه دا بردلا خوادا بکرد را به پیشنگی شیرکو و صلاح الدین پیشوچون لباکور افریقا بلا بو ایدولوژیا سیاسی دینیا میروتوکراتی اسلامی سنی حتی افراندن سیستم میروتوکراتی اسلامی جسردما صلاح الدین حتی ناسکرین او پشتر کتا دولت عثمانی جبر ویه که بشتار بوین کردان ده هواکرن سیستم میروتوکراتی اسلامی دا نتنه فایده گلن امپراتوری ایوبی نکر ده همان دم دا ریل بر آواکرین دولت عثمانی وکر بو و بوی آوای الیتن رشوگیرن دارای جهان حکومت مرین ونیدکتی و گنیوا راستیشتا پوزیسیون خواهی هی بلند ارمان جنداگیری جهان دزی و کشتن مروان و هلوشاندن گلک شهرستانی لچند پارزمین پیکات راستی دا طبیع بون آگاهی سیاسی چندی آبوری و جواکین رایا گشتی آوی دمیجی تشتکی دن نهاتا هیوی و همبر چند اسپکولاتیو و پولیتیکن دارایین کمپلاگرن که سیستم تایبتا تیکلی جواکی دشوپاند دمک درش در باز بو که مروف ناولوکیوان بحثه همان پرسیریج ایروژی هر دم زیادتر دناو هلوکتین جهان دا دناو کردان دا برفش حیرا حیا شر 100 سال و داوی وی جعالیا صلاح و گریدایی وی سردمه یعنی آواکاری سیستم اسلامی وسا ده 100 سال دا ممکن بود که جعالیا آبوری و جعالیا حکومت مدین ونیدکتی و جنوا و حتی شریکرن گشتاری اروپاییان ده سفر خاچه پرستی دا بهتر به آوای بازرگانی زفکرن حریم آبوریا نو آلیکاری لوجستیکی استخباراتی و دارایی به پیشنگی کومن خستینا استخباراتی 007 به پیشنگی حکومت مرین ونیدکتی و جنوا بون اكو انجام ونیدکتی دولمندیت پرمزن او هر وها سه هشتن آخه بیزانتی تو گراون گرینگ و استراتژین لا دریای ناوین به تایبتی گریت و قبرس ورگتن ناو 100 سال سیزدان دا ونیدکتی دوکاتا زر بردانه او اقیانوسه که حیا سال 1840 تعدادگریا به کنترل کردن کانین زیوه این هری دولمندن لأوروپا اردن آلمانیه بالکانیه مجارستان ونیدکتی زیوه به چیه را زیر دگوهراندن لوما جفرسدن به دست خستی و آبوری راستقین و اوروپی خراب کرن و دبر خیلای زیوه ارگانیزه کرن سالا 1453 دا ترکان کنستانتینوپل ضعف کردن و امپراتوریا بیزانتین نما امپراتوریا عثمانی بر جوندی خواهین بازرگانی هبو
که جبو ونیدیکتی را بازرگانی به روشهلات را زحمت کرد. وکو دن پرتغیز واسکو دا گاما ریکنی بر به آسیای وکر لدورا افریقا بگرانی ضرر دا بازرگانی ونیدیکتی لدریای سپی در سال 1600 دا رین بازرگانی سرک بر به امریکا و اتلانتیک و بر به روژاو هر روژاو اروپایی و چو جاقادا بندورن قبل شوپین ونیدیکتی دست پیک دا مالباتن هری دولمندن ونیدیکتی هاول دانکو بچنا هولندیا اوان کنترل بکن. ونیدیکتی در سال 1619 دا یکم کس بونکو هولندا ناس کرنده سال اکبر دست پیکرن شرن پروتستان دان لأوروبا 1618-1648 و ونیدیکتی فهم کنن که ولات جیه کنو اولیه و بهیس هولندا وان انگلستان گراوه که تنگاون پارزمین و قدینه دست بان اشکره که نتنه پاراستن لور رول کلیستیا نتنه او ولاتن بندور بویی جا اریش بیانی ده پارزه لجبو ریخستن بازرگانی ناونتویجی پر بکار جیه ارنگاری انگلستانه به آوای کی خوزایی ونیدیکتی ده دست پیک دا انگلستان وکو جیه حق الٹرناتیو دیکو به پروژه هولندیا نه حتا بجی کرن حتی نوان انگلستان ده سال 1500 ده دست پیکر جخو در سال 1546 دا دبن سلوکتی ونیدیکتی دا کلجا ترینتی لزانینگه کمبریجی هاتا دامزراندن ایرو او زانینگه بریتانیا در ریزا چارمین دولمندی اردی پشتی مالباتا قرار بریتانیایی سلوک ویژه آلیه پادشاواتی تعیین کرن همی الیتین بریتانیایی باشه لوی زانینگه خوندنه. به همان دم دا ونیدیکتی ده دامزراندن استخبارات بریتانیایی توره و استخباراتی لأوروپا رولک گرین لیست. ونیدیکتی لبر برجواندین خوین بازرگانین برفره و جاوکانین دارایین همه سینورین خودی طوره که برفره آگاداری ولاتن جیه همه آگاداری چو انجمن آدهان که دکار نشتجی ونیدیکتی دزجی شرمسار بکه آن ولاته کدن جزا جهیلا کجرک و شارتی بناب براوا آتکرن جخو پیروان او افسر استخباراتی انگلیس نامدار جان دی که راپورتن خو الیزابت را به ناسناو 007 امضا کیه شاگرد ونیدیکتی بود. در 100 سال 16 دا بی دکترین امپراتوریا کسک اشنیار کرد که امریکای باکور و آزیای باکور روسیه امرو به پیشنگی انگلستان بود. و کمه بود ونیدیکتی به تالان کردن کنستانتینوپل خورد بود. انگلا ساکسون جا دزیا شرمزار تدکر جبل ویل وان تشکیلیا حکومت و حتی ارگانیزه کرنا گلک کرسین ناودار بون افسرین فیلویا انگلیس و کارسازی خوی روشدار بردام کرد. و هکا برای کاپیتان هر کشتی شر در کتابو ده هفشادا بدار بکن نها او جبو شر به انگلیس و بویا خطر پیرات هری نافدارو که ده نیوای بریتانیا در خدمت کرد فرانسیس دراک بود. آبوریزان کنس لبیجه که دراک 60,000 دراک دزی او که الیزابتا یکان نتنه همی دینن بیانی دراک کرد لی ده همان دم دا 42,000 کارگداینن لیوان تو شرکت هندوستان روشهلات جی کرد. پیرات ناودار هنری مورگن جی در خدمت تاجا بریتانیا دا بو که جبر معرفت خوب و که پارزگاه جامایکا هات تعیین کرن. برای هر تشکی مورگن خاندان بانکین هر دولمند یا امریکا دیرو که خواه و دگر نوی دریا